شب همه عزیزان بخیر. یک چند تا مطلب بگم در مورد روغن ها، کیفیت روغن ها از روی API. ببینین SN میشه درجه 1، دوباره اینجا SM میشه درجه 2، باز میشه پای SL. حالا E25 SL هم میشه درجه 3. باز یک مدل دیگه هم هست اینجا SJ، یه دیگه درجه 4 فکر میکنم. یک درجه دیگه هم داره برای ما فعلا موجودی نداره. حالا فرق نمیکنه 1040 باشه 2050 باشه. 2050 نگاه SL، 2050 SL، 1040 هم داریم نگاه اینجا SJ API. بعد اینجا 020 داریم SN، اینجا 1040 داریم SL، این میشه درجه 3. بعد بعضی روغن هم بالا مثلا ما 5 هم اینجا هست. ببینید اجازه بده زوم نمیشه ولش کن.